چطورید؟ بچه میخوام یادتون بدم چجوری اینو درست کنین. خب اول یک کاغذ میخوایم توی سایز 11 در 13. خب بعد این کاغذمون رو اینطوری از وسط تاش میکنیم. که تاش کردیم اینجا اینجوری اینا رو میکشیم. ببین این سایزش 4، اینجا 5 سانتی متر، اینجا هم 4 سانتی متر. اینجا 1 کنیم، اینجا 1، اینو میبریم، اینو هم میبریم. خب بازش میکنیم، اینا رو اینطوری میدیم داخل، این طرفش، این طرفش و نتیجهش میشه. بعد